به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام تقدیم میکنم به تمام شما بینندگان عزیز. ای علم افراشته در عالم اکشف یا کاشف کربل حسین. ای علم افراشته در عالم اکشف یا کاشف کربل حسین. ای یل حیدر بیرون یا حسین سرباز ره دین بود. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام تقدیم میکنم به تمام شما بینندگان عزیز. امیدوار هستم در هر کجایی که هستین در صحت کامل باشین و لباس عافیت بر تن داشته باشین. عزیزان گرامی، من شکر سعادت محمدی هستم و امروز در یک بسته تصویری در خدمت شما عزیزان قرار دارم. محرم نخستین ماه تقویم قمری اسلامی هست و یکی از 4 ماه حرام در اسلام شمرده می شود، یعنی ماهایی که در آن جنگ و خونریزی از دیدگاه اسلام حرام است. اما محرم بیشتر به خاطر حادثه بزرگ تاریخی یعنی واقعه کربلا و شهادت امام حسین علیه السلام و یارانشان در 10 محرم معروف است. این روز به نام روز عاشورا نیز شناخته می شود و اینکه در ارتباط می خواهم به این اهمیت این ماه مبارک و این ماه مقدس به شما از آن معلومات ارائه بکنم. اینکه امام حسین علیه السلام چگونه به شهادت رسیدند. در روز عاشورا امام حسین علیه السلام نواسه پیامبر گرامیمان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم در سال 61 هجری قمری در صحرای کربلا در برابر ظلم یزید بن معاویه قیام کرد و به همراه 72 تن از یاران وفادارشان مظلومانه به شهادت رسیدند. این حادثه باعث شد که محرم به ماهی از اندوه، سوگواری و تفکر تبدیل شود. و هموطنان عزیز ما که در مذهب اهل تشیع و یا هم شیعیان هستند، در سراسر جهان به ویژه در دهه نخست این ماه مراسم عزاداری، سینه‌زنی، نوسرانی، تعزیه و دیگر مراسم سوگواری را برگزار می کنند تا از آرمان‌های امام حسین علیه السلام یاد کنند. و از آن گرامی که پیامی اصلی این ماه چی است میخوایم به شما از آن معلومات بدم و شما هم انشاءالله که معلومات کسب بکنین و آگاه شوین در این مورد. پیامی اصلی این ماه مقدس این است که ایستادگی در برابر ظلم، دفاع از حق و حقیقت، وفاداری، ایثار و آزادگی از مهمترین پیام‌های واقعی کربلا است که در ماه محرم بر آن تاکید شده است.